بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، البته می‌خوایم سلسله درس‌های را برای شما پیشنهاد کنیم که در نسبت معنای توحید و اقسام توحید میباشد ان شاء الله تعالی. برای هر یک ما و شما معلوم است که توحید یک در نسبت دین یک مسئله مهم است و اصل دین است. دانستنش و فهمیدنش، خصوصا این تقسیماتی که علما ذکر کردن، یک تقسیمات بسیار جالب و ساده و آسان است ان شاء الله تعالی. توحید یا اصل دین است. لازم است برای هر یک فرد مسلمان که توحید را بداند و هر کسی که دعوا میکنه که مسلمان است، برای او لازم است که تمام آن چیزهایی که این توحید دلالت میکنه برای او باید او را بفهمه و بداند. ما و شما میدونیم که ان شاء الله تعالی که اون کسانی که دعوای اسلام میکنن اما توحید را نمیدونن، برای اونا هیچ نصیبی در اسلام نیست، اگرچه نماز بخوان، روزه بگیرن، حج کنن. چرا؟ زیرا که با ندانستن توحید انسان در کفر، شرک، دیگه در امورهای ریدت‌آمیز داخل میشه و مرتکب عملهای ناقضه میشه، یعنی ناقض اسلام. شرط قبول شدن این عبادت ها این توحید است. هر کسی که شریک بیاره با الله کسی را یا چیزی را در ذاتش یا در ربوبیت یا در الوهیت یا در اسماء و صفاتش، پس این شخصیت نمیتونه مسلمان باشه و عبادت های این شخصیت قبول نیست. البته ما اشاره کردیم برای که ما در درسی که مقدمه توحید است تعالی، در درس ما کوشش میکنیم که توحید در لغت یعنی چی و توحید در اصطلاح شرعی یعنی چی، این را برای شما بیان کنم. چنانکه در دستگاه ما شما نوشته است التوحید لغتا، یعنی توحید در لغت عرب توحید گفته چی میگن؟ از مصدر وحد یوحد توحیدا، از این مصدر گرفته شده است. معناش است که اذا جعل شیئا واحدا، زمان چیزی را یک تا بگردونه. وقتی که توحید میگن معناش است که چیزی را یک تا قرار دادن. اما در اصطلاح شرعی که هست توحید، در اصطلاح شرعی تعریفش است که هو افراد الله فی ذاته و ربوبیته و الوهیته و اسمائه و صفاته. یعنی توحید این معنا داره که یکتا دانستن الله را در ذاتش و در ربوبیتش و در الوهیتش و در اسماء و صفاتش. فباذن الله ان شاء الله تعالی ما برای هر یک اقسام توحید یک درس ویدیویی برای شما آماده میکنیم که تنها در او درس ما درباره توحید ذات صحبت میکنیم و در درس آینده درباره توحید ربوبیت و بعدا در الوهیت و بعدا در مسائل اسماء و صفات صحبت کنیم ان شاء الله تعالی. انسان که دعوای اسلام میکنه باید الله را یگانه بدونه در ذاتش، با این معنی که اعتقاد داشته باشه که الله فرزند نداره، الله زن نداره، الله پدر و مادر نداره. نه، الهی برای اون ذاتی است که نه پدر داره، نه مادر داره، نه زن داره، نه فرزند داره، نه از کسی تولد شده است و نه از او کسی تولد شده است. پس باید ما کسی را شریک نیاریم. ما در این بالا میگیم کلمه توحید را آوردیم، لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق مگر الله. وقتی که ما لا اله میگیم، پس ما باید بدونیم که تمام آن چیزهایی که عبادت میشن غیر از الله یا تمام آن کسایی که دعوا میکنن که اله هستن، اونها را باطل بدونیم، ناحق بدونیم و ایمان بیاریم به الله. ایمان بیاریم به الله یعنی ما برای الله فرزند، پدر، مادر و مثل و مانند قائل نباشیم. پس توحید در نسبت توحید ذات ان شاء الله تعالی در درس آینده مفصلا بیان میکنم. دومین توحید ربوبیت است، یعنی الله را یگانه دانستن در ربوبیتش، با این معنی که تمام آن کارهایی که مختص الله است خاص برای الله دانستن. اون کسایی که دعوا میکنن که ما با همراه الله شریک هستیم، یعنی ما کوه را ایجاشون دیگه میکنیم، ابر میاریم، باران میاریم یا ما رزق میتیم، اونا را باید ما همش را باطل بدانیم. لا اله الا الله. تمام آن چیزهایی که عبادت میشوند که مردم عبادت میکنن، سنگ ها را، قبر ها را که از ما رزق طلب میکنن یا میگن فلانی شیخ آفتاب را من کرد یا ابر آورد یا باران را آورد، تمام این سخن ها را باطل بدونیم و افراد کافر بدونیم و اون کسایی که عبادت میشوند غیر از الله اونها را باطل بدونیم و تمام این افعالی که کارهای مختص خاص به خاطر برای الله است که این کار تنها الله انجام بده میتونه، پس باید ما تنها این کارها را برای الله بدونیم که رزق و روزی و تصرف و کنترل کردن تمام اشیاء مخلوقات در اختیار کی است؟ در اختیار الله. این زمین و آسمان و این باد و هوا و این تمام چیزها در اختیار کی است؟ در اختیار الله است. پس در این حال ما الله را یکتا دانستیم در ربوبیتش و همچنین الله را یکتا دانستیم در الوهیتش. این معنی داره که تمام عبادت ها را ما برای الله بدونیم، یعنی لا اله، تمام آن چیزهایی که عبادت میشن غیر از الله اونها را ما همش باطل بدونیم و عبادت را الا الله، عبادت را برای الله یکتا بدونیم و همچنین الله را یکتا دانستیم در اسماء و صفاتش. آن چیزهایی را که الله در نص ثابت کرد در قرآن و یا نبی صلی الله علیه و آله در احادیث ثابت کرد، پس او را ما در حق الله ثابت کنیم و بگیم که الله این صفات الله است و با همراه این صفات کسی با الله شریک نیست و ما در نسبت این صفات ها خوب معلومات پیدا کنیم و اجازه ندیم نفس خودمون که در صفات الله تعطیل کنیم، نعوذ بالله من ذلک، یا مثال بزنیم الله را یا تعویل کنیم، نعوذ بالله من ذلک، تعویل های غلط و باطل. و ما ایمان بیاریم به الله و با آن نام ها و صفاتش که الله در قرآن بیان کرده است یا نبی صلی الله علیه و سلم در حدیثش ثابت کرده است برای رب العالمین. این است چیزهایی که برای ما و شما ضروری است. پس از این تعریفی که ما برای شما بیان کردیم معلوم شد که توحید بر چهار قسم تقسیم میشه: توحید ذات، توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء و صفات. چون که درباره حدیثش ما برای شما به طریق مختصر بیان کردیم باذن الله الحمدلله. و در درس‌های آینده ان شاء الله تعالی در نسبت تعریف توحید ذات و همچنین در توحید ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات مفصلا ان شاء الله تعالی برای شما معلومات دقیق و زیاد خواهیم داد باذن الله. برای ما و شما معلوم است که باید ما این اقسام توحید را بدانیم. چرا؟ زیرا که ندانستن
مسئله توحید از اصل دین است و انسان در کفر و شرک دچار میشه که دیگه عذر برای باقی نمیمونه. از این لحاظ است که برای هر یک فرزند مسلمان که این اقسام توحید را یاد کنه و بفهمه و رعایت کنه، اوچه که توحید تقاضا میکنه و اقسام توحید تقاضا میکنه باذن الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.